قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله سبحانه وتعالى على منه وكرمه وإحسانه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعین. بینندگان ارجمند و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید برنامه خودتان، برنامه با دعوتگران را مشاهده می‌فرمایید، خدمت یکایک شما عزیزان و سروران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که از نعمت صحت و عافیت برخوردار بوده باشید. در این برنامه باز هم طبق معمول با مهمان دیگر، با دعوتگر دیگر و با عالم دیگر در خدمت شما هستیم که البته مهمان این قسمت از قسمت‌های برنامه من چهره ایشان و صدای ایشان خیلی ها آشناست و شما با ایشان آشنایی دارید و بارها از طریق شبکه جهانی وصال حق و از طریق دیگر رسانه ها چهره ایشان را دیده اید. در این برنامه مهمان گرامی من جناب حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری هستند. من خدمت جناب مولانا عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و حضور شما را در برنامه با دعوتگران خیر مقدم عرض میکنم. تشکر. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار، استاد عزیز و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلامت باشین جناب مولانا بزرگوار. خوشحال هستم که بار دیگر فرصت میسر گردید تا با برنامه دیگری که البته متفاوت تر از بقیه برنامه های ما که در شبکه جهانی وصال با هم رفتیم متفاوت تر هست. در این برنامه البته جناب مولانا شاید خیلی خودمانی صحبت بکنیم و سوال های زیادی است که ما بیننده های عزیز و گرامی ما منتظر هستند که با مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری از طریق برنامه بیشتر آشنا شوند، با البته با زوایای مختلف زندگیتون. جناب مولانا صاحب بزرگوار، ما طبق معمول اولین سوال از مهمانای ما در برنامه است که مهمان خودشان بیشتر معرفی میکنن، تنها نام نه بلکه مولانا صاحب در کجا و در چه سال پا به عرصه وجود نهادند. تشکر. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. جناب استاد بزرگوار، برنامه شما هست با دعوتگران. ما خود از این کوچکتر میبینم که ما در ردیف دعوتگران قرار بگیرم. مقام دعوتگران، فضایل دعوتگران و ارزش دعوتگران بالا و بالا هست عند الله و عند الناس، و اینکه شما با حسن ظنی که دارید و مرا دعوت کردید و مرا در ردیف دعوتگران قرار دادید، الله سبحانه و تعالی ما را در این راه بپذیره و قبول کنه و ما همیشه خود را خادم علما و خادم دعوتگران میدانم. در قسمت معرفی گفتیم نام ما مجیب الرحمن هست، فرزند خواجه محمد رفیق انصاری و خواجه محمد رفیق انصاری فرزند خواجه محمد صدیق انصاری که الحمدلله جد بزرگوار ما الان در قید حیات هستن ماشاءالله و پدر بزرگوار ما حیات دارن. سلسله نسب اولا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما نزد الله سبحانه و تعالی با تقواترین شما هست، ولی اگر تقوا الله نصیب کنه و همه ما الله جز متقین داشته باشه
و بازم شرف افتخار هست که الله در سوره کهف بیان میکنه و کان ابوهما صالحا. سلسله نسب به شیخ الاسلام ابو اسماعیل هیروی خواجه عبدالله انصاری رحمه الله میرسه و از خواجه عبدالله انصاری به صحابه جلیل القدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، صاحب رحل رسول صلی الله علیه و سلم، حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه. بنده در سال 1363 هجری شمسی در ولایت هرات، در که البته حال جزء ناحیه های شهر تا اندازه شده و آن وقت جزء ولسوالی شهرستان بود. بله انجیل، قریه که مسما و نامش هست قریه گازرگاه که او را گازرگاه شریف میگن، چون در اون منطقه از یک لحاظ چون شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری در اونجا دفن هستند و از نظر دیگر مویی از موهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اونجا قرار داره. به خاطر شرف و بزرگی موی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و منطقه شریف میگن. در منطقه گازرگاه شریف به دنیا آمدم، در خانواده‌ای که الحمدلله افتخار میکنم، خانواده علم و فرهنگ و عرفان و اینها. و الحمدلله جناب مولانا بزرگوار از جد بزرگوارتون یاد کردین که در قید حیات هستن و امیدوار هستیم که شما هم مانند جد بزرگوارتون عمر طولانی و همراه با البته عمل صالح نصیبتون شود و در عرصه دعوت و بیدارگری و روشنگری انشاءالله گام های بلند بردارین و تا الحال الحمدلله که برداشتین و امیدوار هستیم که این روز به روز رشد کنه و در بیداری مردم و رشد فهم و درک مردم نسبت به دینشان بیشتر تاثیرگذار واقع شود. خب جناب مولانا پس شما گفتین که در استان باستانی هرات متولد شدین و در اونجا نشم و نما کردین. خب عموما افرادی که در خانواده های علمی متولد میشن فکر کنم فراگیری علم و معرفت را نسبت به دیگرها پیشتر آغاز میکنن، یعنی قبل دیگرها عموما در سن 7 سالگی شروع میکنن، شاید شما در سن 4 سالگی یا 5 سالگی به نوشتن و خواندن آشنا شده باشین. از این نگاه چطور میشه روشنی بیاندازین در این عرصه؟ بدون شک همونطوری که تذکر دادیم جد بزرگوار مر الله سبحانه و تعالی ایشان حفظ بفرمایه و خصوصیت دیگری که برای ما هست نواسه یا نواده بزرگ جد بزرگوار خواهم هست. یعنی پدرم بزرگوارم فرزند بزرگ جد ما هستن و شما و من نواسه بزرگ هستم. و حاجی بابا الله ایشان حفظ بفرمایه بسیار مرا دوست داشتن و بسیار محبت میکردن و الان هم بسیار دوست دارن. دوست داشتن ایشان چون جد بزرگوار ما طبع شعر داشتن، شاعر هستن و اشعار زیادی از اونها یک رساله و یک بسیار موجز و خلاصه در باره اشعار چاپ شده که او هم بدون موافقت ایشان که بعداً خبر شدن دیگه اجازه ندادن، گفتن که نمیخوام که در حیات ما اشعار چاپ بشه. از وقتی که یعنی خود یاد میدم از سن عموما اطفال از 3 سالگی و 4 سالگی دیگه خب همه چیز متوجه میشن، حافظشون. من حتی از سن 4 سالگی بعضی اشعار رضاجی بابا حفظ کرده بودم. ماشاءالله. و اشعار اینا بسیار برای من جالب بود چون همیشه در کنار اینا نشسته بودم، همیشه اشعار تربیتی آموزشی همه اینها وقتی که در کنار اینا بودم همیشه از من سوال میکردن و بسیار برای من جالب بود که در طفولیت یعنی بسیار با سن یعنی 3 سالگی و 4 سالگی حاجی بابا همیشه اولین لحظه‌ای که ما اونها را ملاقات میکردم یا مرا به آغوش میگرفتن میگفتن بگو بابا
بگو بابا، باز من میفهمیدم که اونا چی میگن، باز من میگفتم لا اله الا الله، لا اله الا الله، چون اونا دوست داشتن که امیر از زبان ما بشنون. اما مجردی که من میدیدن میگفتن بگو بابا. و تا سن 9 سالگی دروسه که بسیار ابتدایی و بسیار در داخل خانواده در کنار پدر بزرگوار خود و در کنار جد بزرگوار خود، خداوند در دوشان انشاءالله حفظ کنه و عمر طولانی برشان عطا بکنه. سلامت باشیم. و خانواده ما الحمدلله یک خانواده منسجم که الله سبحانه تعالی حفظ بفرمایه. همه یعنی عموی ما به اصطلاح ما افغانا، کاکای من، کاکای بزرگم حافظ قرآن هستن و همچنین کاکاهای دیگر هم که الله سبحانه تعالی ایشان حفظ بفرمایه، هر کدام به نوبه خود توجه خاصی برای ما داشتن در عرصه درس و تعلیم و در اینها، تا اینکه در سن 7 سالگی وارد مکتب ابتدایی منطقه گازرگاه شدم. در اون مدرسه و اون مکتب صنف اول و دوم و سوم تا صنف 4 یعنی دوره دبستان در اونجا بودم و بعدا از اونجا به مکتب به نام لیسه انقلاب داخل شهر انتقال خوردیم که او وقتی که وقت زمان طالبا بود و اونجا از صنف چندم آغاز کردین؟ از صنف 5. صنف 5 به بعد خوب تا صنف 8 ما در مکتب خوندم. بعد از صنف 8 چون دوره درس مکتب تا مدرسه علوم دینی بیشتر هست، نظر به علاقه خانواده جد بزرگوار ما دوست داشتن که من علوم دینی رو بیشتر توجه داشته باشم و ترکیزم سر علوم دینی بیشتر باشه. از مکتب انتقال یافتم به توفیق الله سبحانه و تعالی طرف مدرسه که بیشتر علوم دینی در اونجا تدریس میشه، مدرسه عالی قیاسیه که بعداً به اصطلاح افغانستان از صنف 12 مدرسه قیاسیه فارغ شدم. در کنار این از 7 سالگی که وارد مکتب شدم تا سن 13 سالگی که هم مکتب رو میخواندم و بعداً چون نظر به علاقه‌ای که جد بزرگوار ما داشتن که ای باید حافظ قرآن بشه و ما راهی تحفیظ شدم. دارالحفاظ در افغانستان، دارالحفاظ یا دارالقرآن سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه که الله غریق رحمت کنه، استاد بزرگوار ما از دنیا تشریف بردن، جناب مولانا صاحب آقا گلخان رحمه الله. قرآن به نزد ایشان و با توجه کامل جد بزرگوار ما در سن 13 سالگی وارد دارالحفاظ شدم و در 15 سالگی به توفیق الله سبحانه تعالی که هذا من فضل ربی، فضل الله سبحانه تعالی شامل حال ما شد و بزرگترین فضل هست و شرف افتخار هست که الله ما با قرآن همیشه زنده داشته باشه، با قرآن بمیرانه، با قرآن حشر کنه و با قرآن ره سپار جنت بگردانه. و در سن 13 شروع به حفظ قرآن و در سن 15 سالگی قرآن عظیمشان، یعنی تقریبا در مدت 2 سال قرآن عظیمشان تمام شد و الحمدلله و بعدها 8 سال یا 9 سال دقیق فکر من نیست باز تراویح هم دادم الحمدلله در رمضان. ماشاءالله. امین دوران تحصیل بعد از دوران ای دانش آموزیتان که تا صنف 12 یا همان اواخر دبیرستان هست، بعد از او دوره دانشجویی تحصیل قبل از این که من به یک دانشگاه و یا پوهنتون یا اینها داخل باشم، قبل از یعنی دانشگاه رسمی به دانشگاه یا دانشکده دعوت داخل شدم که پا برسه خطابت و اینها و مسئولیت. دوباره پس برمیگردیم. ما فقط میخوایم که بعد از یعنی ادامه تحصیل در کنار این که از مدرسه فارغ شدم، در دارالعلوم عالی انصار نزد اساتید بزرگوار جناب حضرت مولانا نور محمد مظهری حفظه الله و در کنار استادان زیاده و یعنی اگر من نام اساتید خود بگیرم فکر میکنم بدون ذکر نام پیش میرم به خاطر که وقت یاری بکنه، به خاطر اینکه و اگر یکیشون نامشون بگیرین دیگرها بانه شاید بمیرش. واقعا اساتید بزرگوار هر کدام بسیار زحمت کشیدن و خصوصا در افغانستان عادت هست که دوره ابتدایی در مدارس خصوصی صرف و نحو و مسئله بلاغت و مسائل فقه و تفسیر و حدیث و اینها که خوانده میشه.
دوره موقوف علیهیر در دارالعلوم عالی انصار و تا رسید در دوره حدیث که در افغانستان عادت و یعنی رواج دوره حدیث در 9 ماه خوانده میشه در اکثر مدارس. کل صحاح که هست، یعنی کتب سته که هست، صحاح سته از بخاری و مسلم و ترمذی و ابو داود و نسائی و ابن ماجه. ما الحمدلله به توفیق الله سبحانه و تعالی، چون باز هم توجه جد بزرگوار ما، توجه پدر بزرگوار ما و خانواده بود، جناب حضرت مفتی صاحب نجیب احمد خراسانی الله سبحانه و تعالی ایشان حفظ بفرمایه، بسیار استاد مجرب و شخصیت والا ما نزد ایشان به مدت 3 سال دوره حدیث را خواندم. یعنی دوره حدیث 3 سال طول کشید، چون میخواستم که آن قیل و قالی که در احادیث هست و تطبیق احادیث با مذاهب و با اینها، و بسیار علاقمند بودم جناب استاد بزرگوار که ما بتانم روزی علم از یعنی منبع علم و دوست داشتم حدیث از زادگاه حدیث بشنوم، بخوانم، ببینم و زانوی تلمذ به نزد اساتید بزرگوار سرزمین وحی داشته باشم، تا اینکه الله سبحانه و تعالی نصیب و تقدیر کرد و عازم سرزمین مدینه منوره شدم و در دروس مشایخ و بزرگواری که در داخل مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم، که از آن جمله در درس تفسیر حضرت شیخ ابوبکر الجزایری حفظه الله که الان بسیار مریض هستند، در خانه قرار دارند، و درس ایشان شرکت میکردم و در درس احادیث مشایخ دیگری که داخل حرم هستند از اونها استفاده میکردم. دروس رسمی که بسیار دوست داشتم و علاقه‌مند بودم که از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر چیزی بفهمم و بدانم. 1 سال کامل وقت خود را گذاشتم به اخذ حدیث در مدینه منوره، دانشکده حدیث شدین؟ جامعه اسلامی مدینه منوره. بعداً بعضی سوالها و مسائلی که پیش من الحمدلله بود و اونها حل شد، نظر به این که چون راه دعوت بود و مسیر دعوت بود و برنامه دعوت بود، با مشوره دوستا و اساتید و آنهایی که اهل فهم بودن و اهل درک بودن، با ایشان مشوره و بعداً گفتن که نیاز ملت افغانستان بیشتر در مسائل عقیده هست و مسئله دعوت هست، تا اینکه از دانشکده و از کلیه حدیث، یعنی از فاکولته حدیث منتقل شدیم به فاکولته دیگری دعوت و الحمدلله این شرف افتخار نصیب ما شد. واقعا افتخار میکنم که فضل الله سبحانه و تعالی که از کلیه دعوت از جامعه اسلامی مدینه منوره، از دانشگاه اسلامی مدینه منوره فارغ التحصیل شد. خب جناب مولانا صاحب، این بود خلاصه دوره فراگیری تان یا آموزش و بالاخره تحصیل و یا دوره دانشجویی که ماشاءالله از هرات آغاز شد و به مدینه منوره ختم شد، و البته دوره تحصیل و فرا گرفتن علم تا اطلب العلم من المهد الی اللحد ادامه داره. برمیگردیم به دوره که شما در صحنه دعوت عملا ظاهر شدین، که البته طوری که ما اطلاع داریم شما فکر کنم در سنین نمیفهم نوجوانی بگم یا آغاز جوانی بگم پا به منبر گذاشتین و از فراز منبر جمعه مردم به دعوت به بیدارگری دعوت کردین. این دقیقاً چند ساله بودین که پشت منبر قرار گرفتین یا پشت مایک قرار گرفتین؟ بگو. تشکر جناب استاد بزرگوار. مسئله دعوت از این که من چند ساله بودم که مسئولیت عظیم و بزرگ به دوش ما گذاشته شد، یعنی میشه گفت که یعنی سال 1380 یعنی 17 سال بودین. 17 سال قبل ما 18 سال سنم بود 18 سال سنم بود
که اولین مرتبه بود که ما و او هم اسباب داشت. ما قبل از این که به منبر بالا باشم مسئولیت مؤذنی مسجد را به دوش داشتم. روز جمعه اذان میگفتم. باز اتفاقا جناب خطیب صاحبی که در اون مسجد خطابت داشتن یک روز نیامدن. بعداً گفته شد که نماز جمعه را کی بخوانه. بعد پس حکایتی داره خطیب شده شما. گفتن چی کسی حاضره که نماز جمعه را بخوانه؟ ایج از فکرم نمیره. باز حتی وسط صف گفته شد که چی کسی هست. یکی از علما بود، مولوی صاحبا بود، آمد باز خطبه را خواند و بعد از خطبه باز کس دیگری که امامت 5 وقت داشت او را امام کرد و بالاخره که پیش نمازی و نماز جمعه را بده. در ذهنم پیدا شد که خب اگر یک جمعه دیگری چنین اتفاقی بیفته خب ما هم میتونم این کار. پس این واقعا انگیزی بود برای خطابت و وارد شما به میدان. و من دعا میکنم و باید یادآوری بکنم، چون در عرصه وقتی که در همون مکانی که من قرآن را حفظ میکردم در دارالفاظ سیدنا عمر فاروق که از استاد بزرگوار جناب حضرت مولانا عبدالبصیر صدیقی حفظه الله که من پیش از اونا قرائت و تجوید و اینها رو میخواندم و بعضی علوم دیگر رو میخواندم، با استاد مشوره کردم الله ایشان حفظ بفرمایه. بسیار استاد مشفق و مهربان و بسیار دلسوز. گفتم چنین شده اگر شما خطبه جمعه برای من بنویسیم که من را حفظ بکنم. خب ماشاءالله آغاز بود. بله در ابتدا استاد بزرگوار خطبه را به من نوشتن که تا الان من خطبه استاد را دارم، پیش من هست، اولین خطبه و او را حفظ کردم. اتفاقا چون این موضوع در وسط این هفته من رفتم خدمت استاد و اینها، جمعه بعدی بار دیگر جناب خطیب صاحب مسجد تشریف نیاوردن. گفتن نماز جمعه کی میخواند؟ شما ما این آرزو رو داشتین که اتفاق بیفته یا من خود من خطیب حاضر نباشه به خاطر که علاقمند بودین؟ من میگفتم که من جناب استاد یک انگیزه برای ما پیدا شد که شاید الان میفهمم انگیزه درست نبوده، به خاطر از این که به ذهن و فکر ما آمد که در این مسجد جوار شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری یک شخصیت علمی، ما واقعا در مو صف وقتی که گفتیم کی نماز رو بخونه هر کس طرف هم دیگر نگاه میکرد. نمازی که 200 نفر یا 300 نفر مقتدی بیشتر نداشت. ما این انگیزه پیدا شد که ما به جوار چنین شخصیت علمی باشیم و ما باید اعلان بکنیم در صف نماز که کی نماز چی کسی نماز میخونه. امروز خطیب صاحب نیست، باید 10 خطیب دیگه اینجا نشسته می بود. این انگیزه ما بود. این انگیزه ما بود که شما باید آماده شید، شما باید مسئولیت به عهده بگیرید داشته باشید. و جناب استاد بزرگوار نه تنها که من اونجا برای من آرزو پیدا شد، من میگفتم که روزی باید 10 خطیب اینجا نشسته باشه. تربیه شما. بله. اتفاقا خطیب صاحب تشریف نیاوردن و من بالا شدم به منبر و 18 ساله بوده. 18 ساله و خطبه را خواندم. وسط خطبه سوره عصر به مدت 5 دقیقه یا 6 دقیقه ای را خواندم و ترجمه کردم، بسیار خلاصه و موجز و اینها. و بعدا نماز را خواندم و بسیار اتفاق عجیبی که وقتی که ما از نماز رفتیم طرف خانه، اجی آقا ما یعنی پدر بزرگوار ما گفتن وقتی تو در منبر بالا شدی من بسیار نگران شدم که تو الان بلند شدی چی میگی؟ چی خواهد گفتی و چه کار خواهد کردی؟ و اتفاقی که یعنی فامیل و خانواده برای اولین بار چنین اتفاق میفته که و حقیقتا یک موضوعی که از ابتدای خطابت تا به امروز در عرصه خطابت ما جد بزرگوار ما و پدر بزرگوار ما حتی خانواده موافق نیستن. میگن دعوتگر باش، داعی باش و بالاخره اما مسئولیت خطابت، چون میگفتن مسئولیت سنگین هست و مسئولیتیه که شاید نتانی درست و صحیح پیام کتاب خدا و سنت رسول الله را درست برسانی و شاید روزی چیزی بگی و حرفی بگی که سبب مسئولیت اخروی همه ما بشه. و نکته دیگر هم بعضی قضایای دیگری هم بود که خانواده هیچ موافق نبودن. میگفتن
سن تو پایین هست، وقت درس تو هست، وقت تحصیل هست. همیشه جد بزرگوار ما میگفتن، جناب استاد بزرگوار میگفتن اگر این مسئولیت هم حتی الله سبحانه و تعالی به دوش تو میگذاشت، همین 40 ساله که میشودی باز خطیب میشودی خوب بود، که هم از لحاظ سن، هم از لحاظ علم، هم از لحاظ تجارب، یعنی به سن نضج و پختگی میرسید بعد از او آغاز میکرد. توصیه جد بزرگوار سن بعثت پیامبر، در این راستا یعنی این توصیه خانوادگی و جد بزرگوار و اینها بود. و به هر حال جناب استاد بزرگوار از اونجا آغاز شد دیگه. بعد یک چند وقت گذشت، یک چند ماه باز مردم همه جمع شدن گفتن که خب به صفت نایب خطیب این را معرفی کنیم، وقتی خطیب صاحب نیست و بالاخره نایب باشه. یک چند وقت دیگه گذشت، چون نظر به مریضی و یا مشکلاتی که خطیب صاحب قبلی داشتن، الله ایشان حفظ کنه، آمین، مردم جمع شدن و بالاخره گفتن که به صفت خطیب تعیین بشه. همین بود که مسئولیت عظیم و بزرگ، یعنی در سن 19 سالگی دیگه رسما از طرف ریاست حج اوقاف به صفت خطیب و این مسئولیت عظیم و بزرگ مسئولیت هست به دوش ما گذاشته شد، تا اینکه ما طرف یعنی برای تحصیل طرف مدینه منوره آمدن و مسئولیت خطابت به دوش برادرم شیخ فضل الرحمن که از داعیا و دعوتگران امروزی در داخل افغانستان می درخشن، الله ایشان حفظ بفرمایه. آمین آمین. خب جناب مولانا صاحب، البته بحث خطبه و خطابت رو ما آغاز کردیم، اما فکر کنم که وقت قسمت از برنامه ما رو به پایانی است و ان شاء الله بحثمان در ارتباط و خطابت را در قسمت بعدی برنامه پی خواهیم گرفت و از حضور شما مرخص میشیم و همچنین شما بینندگان عزیز و گرامی را تا تقدیم قسمت دیگر از این برنامه با دعوتگران به پناه الله متعال می سپارم. منتظر برنامه بعدی باشید که انشاءالله صحبت را با جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری پی خواهیم گرفت. تا آن زمان لحظه همه شما عزیزان را به پناه یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا